اما یک ناباور است، میگه مرا بالا بیار. درخواست بتی دوست عزیز، ما بالا میاریم ایتا. سوال جواب بتی $200 جایزه بگی. یعنی می موضوع عنوان ما هستن و برادرای ما که مهمان ما میشه لطفا از عنوان خارج به هیچ کس اجازه نمیتیم، نه به برادرم نه به هیچ کسی دیگه. عنوان ببینین، موضوع صحبت کنین، مهمان ما هستین، خوش آمدین، صد گپ بزنین، مربوط عنوان کدام مشکلی نیست. خب درخواست بتی دوست عزیز، بیارم تا بالا دیگه. بازم دوستای عزیز خوش آمدی دوست عزیز. خدا کنه که از موضوع سلام خبر وطن دار. باشی. خدا خبرم کنه خوبی لالا. سلامت باشی. تشکر دوست خوبی عزیز. وطن دار. بفرما. جانت جوره و خیری. سلامت باشی میگم شما انقدر ولخرجی نکن $200 بخوای دوست خرج عزیز. کنی. دوست عزیز جان دوست عزیز جان چی است؟ تشویش پول مرا نکو لطفا. شروی نرو، دینمی عنوان صحبت کو. در همین هیچ عنوان دارم تشویش صحبت، پول مرا عنوان شما نداشته. $200 دیگه. من الان در همین عنوان $200 دارم صحبت کنم. نه 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 شما انقدر ولخرجی نکن، تشویش پول خیره، او نداشته باش. مشکل ماست. اجازه مشکل بده ماست. دیگه، اجازه بده بفرما. آقای، اجازه بده، مهلت بده. یک بفرما. میلیون دلار مؤسسه جیمز رندی به شما جایزه میده که هر چیز ماورا و طبیعه، هر توهمی مثل خدا، شیطان، جن، روح، فریشته، اینا رو بتونی اثبات کنی، اونجا $1,000,000 به جایزه میدن. این مال موضوع $200. ما چی است؟ موضوع ما چی موضوعش است؟ موضوع ما اثبات چی است؟ خداست دیگه. شما میگه عدم اثبات خدا، میخوام الان بهت بگم عدم اثبات خدا یعنی چی. شما، من نمیدونم واقعا چی بگم آخه. نه شما، وطندارای خود من که پروفسورن و دکترن و مهندسن و یه مش مدرک داره بی سوادن، هنوز کلمه عدم نمیدونن یعنی چی. عدم یعنی نیستی. این خدای شما یا هر چیز دیگه ای وقتی آقای عدمه، عدم که قابل اثبات نیست که برادر من عزیز من. مثل این میمونه که من الان ادعا میکنم که یک فیل پرنده دارم، باش میرم مریخ و میام. بعد از شما میخوام نبود این فیل رو برای من اثبات کنید. این حرفی که شما داری میزنی از پایه بنیان عقلی و منطقی و استدلالی ایراد داره عزیزم. آقای پارسا، خودت خیوط و کار کو فعلا، یعنی خودت میفهمی که برای رد خدا کدام دلیل ساینسی نداری، ایره اقرار آخه میکنی. اصلا درست؟ چیزی وجود درست نداره که است. ردی. درست است. عزیزم آقای تو پارسا. بعد اول آقای اثبات پارسا. بکنی یه چیزی وجود آقای داره من پارسا. ردیه بذارم روش. درست شما است. آقای مهمله پارسا. عزیز برادر. آقای آقای پارسا. اسم چیه؟ آقای مسعود. پارسا گوش مسعود کن دوست قند. عزیز. اجازه دوست بده من عزیز جملم تموم اول شه. گپ مرا اجازه گوش بده، کو، من اجازه برات بده. اجازه میتم. خب نه، من صبر برات کن اجازه صبر کن، من میتم. اول جملم. من برات اجازه آقای من با میتم. سفسطه های شما آشنام. من یه عمری آخونده رو کردم تو بشکه، برای من سفسطه نکن. آقای مسعود آقای پارسا. قند. آقای آقای پارسا، مسعود قند، اول مهمانم شما هستی. باید وجود مهمانم یک چیزی هستی. رو آقای ثابت پارسا. بکنی، آقای بعد پارسا. دلیل برای نبودش آقای بخوای. پارسا. فهمیدی آقای چی پارسا. گفتم؟ آقای پارسا، فهمیدی چی گفتم؟ مهمانم هستی، قرص گپ آقا مرا پارسا خوردی بشنو و مگه؟ میگم گپ تا گوش فهمیدی چی میکنم. گفتم؟ اول بگو آقای فهمیدی پارسا. چی گفتم؟ آقای پارسا. سوالت آقای مهمله، پارسا. تهدید آقای مهمله. پارسا. بفرمایید. آقای پارسا، مهمانم هستی، گپ مرا بشنو و گپ تا گوش میکنم. بگو. امروز بحث برنامه ما اینمی است، اگر کدام ملحدی وجود داره که برای رد خدا دلیل ساینسی بره، ما $200 جایزه میتیم. ملحد آله خودتی. یک دقیقه آله اگر تو میخوای که من خدا رو بر تو اثبات کنم، من برنامه دارم. باز بیا، خب من دلایل عقلیام میارم، فلسفیام میارم، ساینسیام خب. میاریم، باز کوشش کو را رد کو. درست است؟ مسعود قند. درست است؟ مهمل یعنی چی؟ مهمل میشه برای من توضیح بدی یعنی چی؟ نفهمیدم. مهمل ما یعنی لفظ ملحد. ملحد. نه ما ملحد، نه مهمل. ما لفظ محمل استفاده کردیم. نه من دارم از شما سوال خب دوست میکنم، عزیز، میگم وقتی که مهمل. ما امی لفظ استفاده نکردیم، امی سوالم نکن، چون مربوط برنامه ما نمیشه. درست برنامه است؟ شما زندانه، بازداشتگاهه، فقط باید همون حرفی که تو زدی و من عمل بکنم. شلاق نه نه دستت نه نه، گرفتی؟ بازداشتگاه نیست. عنوان مسعود برنامه ما به قند اساس برادر من، آقای پارسا، مسعود قند. عنوان مسعود برنامه ما به قند، این اساس حرفی عقل و که زدی، منطق ببین است. عزیزم، دوستانه دارم بهت میگم،
الان اینجا کسی نیست، 30-40 نفرن، حالا شاید 4 نفر بشناسنت، مهم نیست. شما با این وجهانات تو تیپی زدی و قشنگ خوش روی و بچه بسیار قابلی هم هستی. برای شما زشته این حرف رو جای دیگه نزن. عدم قابل اثبات نیست. دوباره حرف منو قطع نکن، یه چیزی بهت یاد بدم لاغر. ببین عزیزم، قند برادر، این حرفی که شما داری میزنی این مهمله. مهمل در فلسفه یعنی یک چیز کاملا بی‌معنی. شما میگی عدم وجود خدا رو یکی بیاد اثبات کنه. برات مثال زدم، مثل این که من یه فیل پرنده دارم، میگم بیا عدم وجود فیل پرنده رو اثبات کن. اول من باید ادعای فیل پرنده‌ای که کردم و بگم همچی چیزی وجود داره، بعد ردیه بذارن روش. عزیزم ما یه ذره فلسفه آله بخون. ما جواب بدم. ما جواب بدم. بفهمه. چشمای تا برای 5 ثانیه پت کن. خب پوت کردم. چی را دیدی؟ دیدن دلیل بر اثبات نیست. شما هاوا رو هم نمیبینی. هاوا چطور؟ آقای پارسا لطفا، ما گفتم برای 5 دقیقه چشم تا پت کو. چی را دیدی؟ خب هیچی رو ندیدم. وقتی که چشم تو پت از چیز را نمیبینی، پس به این معنا وجود نداره که چیزی وجود نداره. در عزیزم دیدن دلیل بر اثبات نیست. گروپ شما خانه تو مسلمونا چالان خدا دست. رو یه وان بده که جسم ما صحبت تصور. خب کنم. اجازه بده جوابتو بدم. خب بذار وان که ما جوابتو صحبت بدم. کنم. صحبت ما تکمیل بگو. نشده. دیدم که دلیل بر آه. اثبات نیست. مهمل داری صحبت میگی ما دوباره. تکمیل نشده. آقای بگو. پارسا صحبت ما بگو. تکمیل بفهم. نشده. بفهم. ما بر از می گفتم چشمت برای 1 دقیقه پت کو. چی را دیدی؟ گفتی چیز نمیبینم. زمانی که تو چشمت خودت پت میکنی و چیز را نمیبینی، پس به این معنا نیست که چیزی وجود نداره دوست عزیز. زمانی که آفرین. تو به او دسترسی نداری، زمانی که عقل و منطق تو به آن دسترسی نداره، پس این به معنای عدم از او نشد. او شاید وجود داشته باشه، لیکن عقل و منطق تو به اونو سرحد نرسیده. و از اینکه عقل و آفرین. منطق تو به او سرحد برسه، من آفرین. عنوان دیگر تعیین میکنم. برای اثبات خدا حضور داشته باش. ما برات آنقدر دلایل میارم و تمام عقل و منطق تا زیر سوال مسعود جان، میبرم. آفرین. مسعود جان یه باز تو لحظه. آفرین. حاضر شو مسعود درود که بر نمور تو. زیر مسعود خب جان سوال. یه اجازه بده من لحظه، یه جوابتو لحظه. بدم آقای مسعود جان مهدی. یه دوست لحظه عزیز خواهش میکنم. اجازه بده بحث گم نشه. دوست عزیز اجازه بده بحث آه. گم نشه. آفرین مسعود قند. ببین عزیزم، آقای برادر قند، دیدن دلیل بر اثبات نیست. هوا، شما هوا رو هم نمیبینی ولی قابل اثباته. وقتی ما صحبت از اثبات میکنیم یعنی آزمون پذیر، قابل تکرار، در شرایط یکسان آزمایشگاهی با نتیجه مشخص. ما طبق شرایط اثبات میتونیم یه چیزی مثل هوا رو اثبات کنیم. جریان الکتریسیته نمیبینی ولی میتونی اثبات بکنی. دیدن دلیل بر اثبات نیست. یکی از اشتباهات بزرگ شما مسلمانان اینه که خدا رو هو الذی خلق یک مرد تصور کردین، یک نه شخص خیر، تصور نه خیر، کردین نه و خیر. دیدن. اجازه بده دوست عزیز، دوست عزیز، هوایی دوست که شما عزیز، دارید میگید، هوایی که دوست شما عزیز دارید میگید اجازه بده آقای محترم، تفسیر دارم حرف شماست. میزنم. اجازه بده تفسیر شماست. آقای شما دارید اشتباه خیلی خوب میگید. اجازه بده من حرفم تمام بشه شما دارید بعدن. اشتباه میگی آخه دوست من. خب من اشتباه میگم، اجازه بده حرفمو بزنم. وان من صحبت اشتباه میگم، کنن. اجازه بده آقای حرفمو علیاری بزنم. صحبت کنن. نه شما گفتی هوه به بفرمایید. معنی یک شخص مرده، من گفتی شما شما اشتباه میگی. خیلی خوب. چرا من اشتباه میگم؟ هوه به چه معناست؟ عزیزم بفرما هوه در وان زمایه برادر علیاری. شما بله بفرمایید. علیاری وان که بفرمایید. صحبت خود کنه، باز ما بر خودتان وقت بفرمایید. میتم. ما هم گپایش شنیدم. خیلی بفرما. خوب. شماها اشتباهتون اینه، این توهمی به نام خدا، الله قبل از جاهلیت اسلام که مصادره شد به الله اکبر و لا اله الا الله و این اشهدی که دروغ همتون میگین اشهد ان لا اله الا الله، خدایی که من نمیدونم بالاخره قابل شهود هست یا نیست، بالاخره مشاهده شدنی هست یا نیست. شما چه قسمی میخورین؟ چه اشهدی؟ به هر حال بگذاریم. من یک سوال از به شما هر حال دارم آقای بگذاریم. پارسا. شما در زبان بله. شناسی چقدر تبحر داری؟ ببین من در زبان شناسی در انقدر زبان تبحر شناسی چقدر دارم، تبحر داری؟ الان بهت میگم مهلت بده. بفرما. انقدر تبحر دارم که میفهمم هو یعنی چی و هیه یعنی نه چی. شما عربی نمیفهمید، زبان شناسی من خدمتتون عرض کردم. خیلی خوب اجازه بده من بحثم تموم بشه، نه بعد بریم دیگه، سراغ زبان ببینید شما شناسی. من چی نه اومدم دیگه؟ من صرفا به خاطر خیلی این خوب. اومدم بالا که شما بودین. اومدم به شما بگم من چند شب پیش توی لایو محمد من میخواستم بیام بالا، شما بازم اجازهشو ندین. من تو لایو اینستاگرام شما اومدم، شما منو بلاکم کردین. من تو لایو تیک تاک شما اومدم، شما باز منو بالا خب نیاوردین.
شما در خب هر صورت ببینم از همین 4 الان سال من لایو پیش میذارم، از بیا تو 4 سال اینستاگرام. پیش بیا آقای از علی، 4 نه سال نه نه، پیش هیچی نگو، با نه شما تصویر اینجا که همین نباید الان بیا تو بری، شما اینجا باید اینستاگرام، بری پاسخگو همین باشی. الان بیا. نه این ببین تو فراره از اون موش دیگه، این بچهای هیدر فراره. کراری که تو من سوراخ ما افتخار میختی، میکنم، من فوش افتخار میدی میکنم. بخواب نه بابا، فوش عزیزم، میدی من اتفاقا همین فوش الان. ندادم. آقا نه جون نه 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 داری دوستان، چقدر اشتباه وجود میکنی. داری، آقای چقدر علیاری، وجود داری شما موش شما از بچه. بحث داری فرار آقای ببین میکنی، علیاری، چقدر داری وجود داری، فرار همین الان لایو میکنی. میذارم با آقای تصویر جواب بیا، علیاری، مسعودو بده، جواب همین مسعودو بده الان بعد. لایو میذارم با تصویر بیا، از تو جواب تاریکی بی بیرون، مسعودو بده بریم از تو لایوتون. تاریکی بی جواب بیرون، از مسعودو تو بده بریم تاریکی بی لایوتون. بیرون، از آقا تو فیلم تاریکی بی بگیرید بیرون، از اینجا، بچه‌ها فیلم بگیرید. آقا شما داری از از تو لایو تاریکی مسعود، بی بیرون، تو از اومدی تو تو لایو تاریکی بی مسعود. بیرون، پارسا، من موش تو تاریکی بچه، آقای نیستم، موش پارسا، من بچه همیشه هیدر کرو، از هستم. تو تاریکی بی بیرون، آقای تو از همین پارسا، من الان لایو میترسی، میذارم، بیا تو تو از لایو من میترسی. تو اینستاگرام. آقای جواب پارسا، همین مسعودو بده بعد میریم لایو تو. بخواب بابا، 2000 از تا ببین بترسم اون هیدر تو کرارتون یه- دخترشو میرفت کرایه میداد اون بدبخت. اون اون آقای هیدر بابات شما یه بوده، مش اون سوراخ‌مین هیدر آخوندک باباته، آقای دوزاری. پارسا، اون هیدر ببین آقای بابات بوده. علیاری، نه آقای بی عزیزم، علیاری، بابای تو تربیت، بوده، اون آقای فاطمه بی زهرایی که میرفت تربیت. زیر ابوبکر میخوابید، مادر شما آقای اون شیعیانه. علیاری، همین احتمالا الان وجود خواهرت داری، بیا بوده. تو لایو. نه آخه تو بی 2000 یه پشمک تربیتی. آخوندک، ببین نگاه شما در کن، حد نگاه کن، بی صوتین. تربیت، ببین آتئیست بی پشمک، تربیت، دوبار پاره، آتئیست بی دوبار پاره، تربیت. دوبار ادبیاتتو از پاره ناپل اون آفتابه ای. گرفتی، ادبیاتتو از مکنزی گرفتی. بی تربیت. اه، جواب آقای مسعودو علیاری، نمیتونه بده، میگه یک بیا توی یه دقیقه. لایو دیگه راجع به یه چیز دیگه صحبت بکنیم. این منطق آتئیستاست اه، بچه‌ها. این آقای منطق پارسا، یه مش آدم بی تربیت فحاشه که وقتی میذاریشون گوشه رینگ مثل دختر بچه ها شروع میکنن به جیغ و داد کردن و فحاشی کردن. شما یه مش آدم فحاشین، شما هیچ کدومتون انسان نیستین، هیچ کدومتون بویی از انسانیت نبردین. فقط بلدن آقای یه مش بچهای مظلوم ساده افغان رو گیر بندازن، مسخره کنن، توهین کنن. اما اینجا که 2 نفر آگاه وجود داره، دومشو میذاره روی کولش و فرار میکنه. اونی که دومشو میذاره لای پاش فرار میکنه، ما بهش میگیم نجس. آقای علیاری، بفرمایید عزیزم. دوست به نام پارسا، دوست عزیز، یکی از اصول ما اینمی است وقتی که بحث میکنی بحثت مربوط اینمی عنوان باشه شما و یه لحظه مسعود جان عذر میخوام، من سکوت میکنم، سکوت مطلق میکنم. این آقا رو بیار بالا، حرفای شما رو جواب بده. بیارش و بالا، ایر از فرار نکن خاطر پایین آقای انداختم. پارسا. بیا بالا، بیا بالا، صحبت کن. فوش بدی عین خودت باید برخورد میشه. در کمال احترام صحبت کن، بی تربیت. بیارش بالا. آقای همین آقای الان لایو پارسا، میذارم، بیا تو آقای اینستاگرام با پارسا، چهره، جواب آقای مسعودو پارسا، با بده. چه آقای من ببند با پارسا، ببند چهره همه جا ببند صحبت کردم. ببند، دوبار پاره آقای محلل، پارسا، ببین ببند. آقای زن تو بی پارسا، چند اجاره تربیت، میدی؟ بی زن تو تربیت. چند اجاره میدی؟ آقای طول پارسا، مهریه زنت چقدر بده؟ یه قرون کمتر از زن تو، یه قرون کمتر از زن تو. علیاری، برادر علیاری، اگر یک انسان از ادب چوکات گذشت بانش مغمش میخورم، مجوابش میتم. آقای پارسا، اگر میایی ادب مرد کو، اخلاق مرد کو، بر تو در وقت صحبت کردن ما مداخلت نمی کنیم، تو هم مداخلت این نکن. مردک این مردک بی سواد بی تربیت فکر میکنه که من چهرمو تا حالا نشون ندادم. من همیشه توی آقای دوزاری پارسا، پس چرا وجود نمی کنی؟ آقای موش پارسا، بچه هیدره که آقای آخوندک دوبار پارسا، پاره، بیا آقای آخوندک پارسا، بیا دوبار پاره، چرا بیا وجود نمی کنی علیاری یک چهره لحظه بدی؟ صبر کو. بیا همین بیا علیاری، الان من لایو بیا میذارم تو بیا اینستاگرام، بیا. این چهره خیلی من خوب، بیا همین الان علیاری، من لایو میذارم، بیا بیا. بیا بیا همینجا ببند صحبت کن. اینجا بیا رو، بیا بالا، تو اینستاگرام. آقای بیا نه بالا، بیا تو بیا اینستاگرام، بیا تو بالا، اینستاگرام بیا دوزاری. بالا. دختر آقای بیا بچه، پارسا، پشمک، دختر بیا اونجا بچه قشنگ دوباره ترسو، پاره کنم. آتیست بی ببینم این سواد. علی ابن ابی طالب چقدر پول گرفت دخترشو کرایه داد. فکر میکنم آقای یه پارسا، چیزی بیشتر از بابات. بی علیاری برادر، تربیت فحاش، زمانی که بی ای از تربیت، بی اخلاق تربیت پایین بی میشه. اخلاق، بی تربیت بی خانواده. تو یه آدم مریضی، تو یه آدم پریشون احوالی، تو باید بری دکتر. من پیشنهاد میکنم برو دکتر، هزینه‌های دکترت هم من میدم، ولی برو دکتر درمان کن اخلاق خودت رو. آقای علیاری، انقدر مثل آدمای بی سواد حرف میزنی که فقط تو لایو خودت مردی. اینجا بیا جواب مسعودو بده، جواب مسعودو بده. آقای تو اومدی اینجا آقای جواب پارسا، مسعودو بدی، مسعود یه سوال ازت کرد، بیچاره فراری. بیا سوال جواب مسعودو بده، بیا. آقای پارسا، من که وقتی که چهرمو میایی دادم، من که چهرمو دادم، دیدی که همه هم دیدین، رکوردم بگیرین بچه‌ها. این آدم بی تربیت باید بیاد اینجا جواب پس بده. علیاری، آقای پارسا، دو دشنام نتی لطفا.
نه لطفا دو نه دشنام من دارم نکن. با شما صحبت میکنم. این پشمک خوش میندازه وسط. دوزاری آقای همین الان علیاری، لایو آقای گذاشتم، بیا تو پارسا، اینستاگرام. آقای پارسا، جواب پشمک آقای مسعود رو هر پارسا، وقت دادی. پشمک آقای بیا تو پارسا، اینستاگرام، جواب زهرا بیا تو مسعود رو آقای بده، بی اینستاگرام. پارسا، تربیت بیا آقای لاابالی. وجود پارسا، داری، بیاد ببین موش بچه لاابالی جواب هیدر مسعود رو کلا. بده. مهریه زنت چنده؟ همین الان بیا تو آقای اینستاگرام. پارسا. اندازه مهریه مامانته. بیا حرف زدن رو نگاه کن. خب تو پرسیدی منم مامان آقای جواب تو من، پارسا، دادم. نه دیگه آقای پارسا، نشد. چرا شما نشد؟ قیمت بگو، قیمت آقا بگو، آقای میگم پارسا، شما قیمت یه بگو. نگاه به یه نگاه به نکاحنامه مادرت و پدرت بنداز آقای متوجه علی، میشی. آقای بی علیاری، تربیت. لطفا خواهش من که میکنم بیادبی نکردم آقا، همه دارن میبینن، 50 بگذار. نفر ما دارن با میبینن. او اجازه دشنام نمیتم. ما فقط میخوایم که آتئیست دمی بی تربیت. $200 از آن خود کنه و خواهش میکنم. من حرف نمیزنم، قول شرف میدم، حتی اگر توهینم آه کرد من هیچ حرفی نمیزنم. آه قول. آقای پارسا، میکروفونم هم میبندم. خواهش است. آقای پارسا، خواهش ما اینمی است. آقای پارسا، گوشم میشه. آقای پارسا، صدای خواهش منو ما داری اینمی است. الان؟ لطفا صدای منو دشنام داری؟ نتی. صدای صدا... تمیشنویم، نه دشنام من نتی. در دشمن موضوع برای چی صحبت بدم آقا کن. مسعود قند؟ نه من دارم با شما صحبت میکنم. این آخوندک اینا میدونی اینا بس اهل بس بشکن. بس بذار من این آقای پارسا، این آقای تصویر پارسا، این تیوی رو من لطفا باز کنم، لطفا تصویر اینو. آقای یه پارسا، دقیقه یه دقیقه اجازه بده ببینم. دمی آها دیدم موضوع دوربین تو. صحبت کن. آقای پارسا، دمی موضوع اجازه صحبت کن. بده، اجازه بده الان واسه صحبت میکنم، اجازه بده. آه. این لایو اینستاگرام بلند شو، بیا همین الان بیا تو لایو. آخوندک دوزاری زبونت رفت تو دوبارت. این لایو آقای پارسا، اینستاگرام همین الان بلند آقای شو بیا تو پارسا، لایو. دشنام نتی لطفا. من دشنام ندادم که آقای مسعود، یه دقیقه خب اجازه بده. یه دقیقه چند لحظه سکوت کن. آخوندک آنها زبونت مایکشون رو کجا خاموش رفت؟ کردن، با آقای مسعود صحبت کنه. آخوندک کجا رفتی؟ تو اومدی اینجا کجا در جواب رفتی؟ سوال رفتی تو نمیتونیم مسعود رو بشکه؟ بدی. زبان ما را جواب این سوال لایو آقا بگذاریم مسعود رو بگیریم. اینستاگرام بده. همین الان با چهره بلند شو بیا. جواب آقا مسعود رو بده. همین الان با فرار چرا چهره بیا میکنی؟ اینجا. تو بگو داری من فرار فرار میکنی. این کردم لایو میام. اینستاگرام ببین. بگو شماها من یه مش فرار بی کردم میام. وجودین. بگو شماها من یه مش فرار بی وجود. کردم این لایو میام. اینستاگرام بلند شو بگو بیا من همین الان تو فرار لایو کردم میام. اینستاگرام. بگو من فرار کردم میام. خب فرار کردی نمیای، تو جرئت بگو. نمیکنی بیای. بیا تو مرد تصویر نیستی. بده، تو بیا اگر من مرد چهره بودی اومدی شما رو اینجا حرف بزنی میخوام. حرف نزدی. بیا من دیدی که من چهرهتون رو تصویر میخوام. بیا دادم. تو لایو آقا من چجوری دیگه باید اینستاگرام. تصویر بدم به بیا این بی بیا اینا تربیت؟ این لایو اینستاگرام ببین آقای پشمک فراری، دوزاری. آقای بی سواد، آقای بی سواد، دوزاری آقایی با که سواد. ادبیات در حد آخوندک لاتای سر دوزاری با خیابونه. سواد. آخوندک دوزاری با سواد، چرا جواب جرئت مسعود رو نمیکنی بده. تصویر بدی؟ تو ببین بگو من آخوندک از سوال دوزاری با مسعود سواد، فرار چرا جرئت میکنم میام نمیکنی لایوت. تصویر بدی؟ بگو از جوابمو سوال دادم. مسعود فرار عدم نیاز میکنم به میام اثبات لایوت. نداره. شما انقدر بی سوادی همه نمیفهمی عدم اثبات نداره. آقا پس چرا دوزاری اومدی چرا جواب نمیاد؟ بدی؟ پس چرا اومدی چرا جواب نمیاد؟ بدی؟ من پس اومدم چرا تو رو اومدی جواب شکار بدی؟ اومدم تو رو اگر سوال شکار مسعود کنم. غلط بود چرا اومدی اومدم جواب تو بدی؟ رو بی شکار کنم تربیت. پشمک. شکار کنی. کنید دوزاری حرف اخوند دوبار آقا پاره. من که مسعود. این لایو دنبالتم. اینستاگرام چرا تو این نمیای؟ اینستاگرام من چرا فرار بلاکم کردی میکنی؟ بی تربیت، چرا منو فرار بلاکم میکنی؟ کردی چون تو منو حتما فوش بلاکم دادی. کردی. حتما فوش دادی. نه شما من یه مش اتفاقا فحاشین. تو 2 ساعت داری فحاشی نه میکنی. شما یه مش دارن بچه ها فحاش بی رکورد ازت میگیرن. سوادین. دارن شما یه ازت مش رکورد فحاش میگیرن. بی ازت سوادین که رکورد هیچ گرفتن حرفی که برای چه گفتن فوشایی دادی. نداری. آقا مسعود یه ازت لحظه زیر هیچی رکورد مایک باشید. گرفتن. هیچی. ازت رکورد بگو گرفتن. که ای چی؟ فراری، که چی که ای فاطمه فراری بی زهرا رو اجاره سواد. میداده؟ نه ببینم راستی خیر، عمر توهین که به اومد من فاطمه رو کردی. لای در کرد، فاطمه پهلوش شکست بعد. خب این آبجیش آقای بوده، داره پارسا، داره داره آقای اسرار پارسا، خانوادگیشو فاش میکنه. بچه‌ها نگران نباشین. آقای پارسا، این یادت مردک اومد اینجا باشه. جواب تو رو بده. یک سوال ازش کردی، $200 هم بهش جایزه میدادی، فرار کرد. یک آدم بی سواد لانتوری بی تربیت، یه آدم کم سواد کم خرد، یه آدمی که اگه 2 دقیقه باهاش بحث علمی بکنیم. ببین من ازش یک سوال زبانشناسی کردم، تو هم ازش یک سوال کردی. خب این آدم شعور محاوره نداره، شعور مکالمه سالم نداره. یعنی در تمام ذهنیت این بشر اول فحاشی ثبت شده و در نهایت 2 کلمه راجع به اراجیفی که بلده. اشکالی نداره بچه ها، رکورد گرفتین، برای منم حتما بذارین. مسعود جان حتما توی صفت بذار از فحاشی و فرار مذبوحانه این آتئیست بنام، حتما بذار. و فحاشیایی که کرد، جوابایی که شنید، سوالایی که ازش شد، فراری که کرد، بذار تا همه بهش بخندن مسعود جان.
بچه‌هایی که توی لایو هستین همه کپی کنین. مسعود جان لطفاً وقتی میذاری توی تیک تاکت، خب با اون جایی بذار که بچه‌ها بتونن دانلود کنن، یعنی من خودم هم بتونم دانلود کنم بذارم تو صفم، این مردک فراری لاابالی رو، این تشکر. من تربیت یک فرصت فحاش. دیگه هم به این میتم، در صورتی که فقط به جواب سوال موضوع شما رو بده، فقط جواب سوال شما رو بده. من زمانی میام تشکر. لایوش که جواب شما رو داده باشه. تشکر. تشکر. ممنونم. من آقای میبندم پارسا، میکروفونمو. ما منتظر هستیم. لطفاً لطفاً ادب مراعات کو. بچه ها فقط رکورد بگیرین از بیشعور بودنهای خیلی ها. ادب مراعات کو. ما برات وقت میتیم و در موضوع صحبت کو. نه به ناموس کسی فاشی کو، نه به مذهب کسی فاشی کو. اینجا بحث عنوان بی و دونمو صحبت کو. جایزه تزان خود کو. لطفاً از موضوع خارج نشو. ما اینمی موضوع را انتخاب کردیم، دینمی موضوع صحبت کن. اگر موضوع دیگر خودت انتخاب میکنی، ما به دو دیده قبول میکنیم. اگر از پیش ما دلایل ساینسی میخوایی، دلایل عقلی میخوایی، دلایل فلسفی میخوایی، ما را به یک تحدی دعوت کو. ما چلنج تانه قبول میکنیم با شرایط جانبین. شما بیاین. بازم میگم تانه آقای پارسا، خواهش ما اینمی است، لطفاً در موضوع صحبت کنین و به کسی فاشی و خب دشنام مسعود نتین. قند صدای من هست؟ بفرما دوست عزیز. ببین عزیزم، عدم نیاز به اثبات نداره. گول این بچه آخوندهای رافضی رو نخور، جای دیگه این حرفا رو نزن، مسخرت میکنن. چند لحظه به من مهلت بده، بعد من گوش میدم. بفرما. ببین مدای عزیزم، فاشی نکو دوست عزیز، نه فاشی من برای نکو. چی فحاشی کنم؟ فحاشی کار پیروان مولای متقیان علی علیه السلام که نه دخترش نه نه کرایه نه. داد. ببین بفرما عزیزم، آقای ما پارسا. صحبت از چیزی میتونیم بکنیم که دارای وجود باشد. ما وقتی از وجود چیزی صحبت میکنیم، آن وجود قابل اثبات هست. مسعود قند، مثلا من الان ادعا میکنم یه اسب پرنده اینجاست. خب ما جفتمون میدونیم این ادعاست، درست؟ جفتمونم میدونیم این ادعاست دیگه. من اصرار دارم که این اسب پرنده اینجاست. خب من هر ادعایی میتونم بکنم، مهم اثبات ادعاست. وقتی من حالا به فرض اینکه دلایل آوردم، گفتم آقا به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل این اسب اینجاست، مثلا چون من این اسب رو میبینم این اسب اینجاست. بعدش شما میتونی ردیه بذاری. بعدش شما ردیه میذاری، میگه آقا تو توهم زدی، اسبی اینجا در کار نیست. شاید شما یه خوابی دیدی، رویا دیدی، حالا هر چی، ولی چیزی در کار نیست. من یه دلیل دیگه واسط میارم، میگم نگاه کن توی باغچه ما جای سم اسب هست. دوباره شما میای ردیه روش میذاری. یعنی چی؟ یعنی میای میگه آقا این جای سم اسب ممکنه جای سم هر اسبی باشه، ولی اسب بالدار نیست. متوجه شدی مسعود قند؟ این بله. چیزی هم که شما داری میگی نگو رد خدا، بگو حالا اثبات میکنیم، حالا در موردش میتونی صحبت کنی، انسان ها آزادن. ولی وقتی میگی دلیل بر رد خدا، یعنی یک سخن اصلا مهمل. من نمیدونم چه لغتی باید به کار ببرم که تو دری باشه، ولی اه، یه چیزی که نیست، یه چیزی که وجود نداره، عدم ادعاست فقط. بفهمید. آه. ما عنوان مایی بود اگر کدام آتیست حاضر شوه بر رد خدا یک دلیل ساینسی از کتب و معتبر علمای خودشان بیاره، $200 جایزه میتیم. این من دوست یه ما جمله بگم بعد شما آقای بفرمید. ببخشید معذرت، من یادمه. یعنی بفرم. هر کسی بخواد خدا رو انکار بکنه، یک احمق به تمام معناست. هر کسی هم بخواد ردیه‌ای که شما گفتی رو بخواد انجام بده، یک احمق 600 برابر به تمام معناست. یعنی در رد خدا بخوای دلیل بیاری، یعنی در رد عدم. یعنی چیزی که وجود نداره رو میخوای ردیه بذاری، میخوای چیزی که وجود نداره رو انکار کنی. ببخشید بفرمایید. یعنی ما برای دوست ما گفتیم یک دلیل ساینسی بر رد خدا بیار، $200 جایزه بگی. ای آتیست خودش به زبان خود اقرار کرد، میگه اگر کسی بر رد خدا دلیل ساینسی بیارد احمق است.
خودش اینو هر میحرفزه. دلیلی خب بیاره، چون چیزی که آقا وجود نداره که آقای آقا رد پارسا نمیشه کرد. آقای پارسا بفهمید. لطفا دیگه من ببخش صحبت میکنم. بفهم. حال وقت صحبت کردن ما سوال تو گوش کن. ببخش بفهم. این دوست آتیست ما خودشان اقرار کرد که اگر کسی بر دلیل رد خدا دلیل ساینسی بیارد احمقتر است. ماشاءالله سبحان الله، ما از این قدردانی میکنیم. بعد از او ای دوست ما دو مثال آورد. گفت اگر ما بگیم که فیل بالدار است یا خل بالدار است، تو باید ثابت بسازی که وجود نداره. یک مثال آورد. مثال دوم اسب چاپ آورد. گفت اگر در کدام مثلا در کدام باغچه پای چاپ اسب باشه، این میتونه هر اسبی باشه، پس نمیتونه که اسب و بالدار باشه. دو مثال آورد. ما برازی میگیم امین موضوعی را که خود ساینسی است. به طور مثال گفت چیزی که وجود نداره پس چطور رد میشه. ما برش یک مثال ساده میگیم دارک ماتر یا انرژی تاریک وجود داره. اگر وجود داره ثابت که، اگر وجود نداره چرا میگی که وجود داره؟ بر از دلیل ساینسی بر ما بیار. از هر فلسفه ساینسی که تو استفاده میکنی ما برات مهلت میتیم تمام عمر. موضوع دوم، ما برای دوست پارسا یک دلیل بسیار منطقی آوردیم. گفتیم دوست عزیز بر 5 ثانیه چشم پت کو، بر 5 ثانیه چشم خود پت کرد. گفتیم چی رو میبینی؟ گفت هیچ چیز. گفتم در صورتی که برای تو تاریکی است، وقتی که تو یک چیز را نمیبینی پس به معنای عدم و چیز وجود نیست. در خانه تو چای و چاینک و گروپ و قالین و چوکی همه چیز وجود داره، اما چشم تو پت است. چشم تو پت است، او را تو نمیبینی. پس به این معنا زمانی که تو چشم تا پت گرفتی یا از چشم تو پت است، به این معنا نه که در خانه تو چوکی وجود نداره، گروپ و گلاس وجود نداره. اما تو موضوع خداوند جل جلاله هم زمانی که علم تو به او رسیدگی نمیکنه، عقل تو محدود است، به او رسیدگی نمیتونه، پس نگو که وجود نداره، او عدم است، وجود نداره. حاله شاید مشکل تو سوال توی باشه که خیر خدا وجود داره یا خیر. ما با اونمو نه یا یه خودت سر گپ ما وجود خدا خلاص نه. نشده. گپ ما خلاص نشده. بفهم. حالا اگه تو میگی که خدا وجود نداره یعنی عدم است، من خودت چلنج میتم، نه تنها خودت، هر ملحد دیگه تا هر قدر موضوع ساینسی، منطقی، عقلی، فلسفی ما بر شما دلایلی بر وجود خدا میاریم، شما جرأت کنین او دلایل ما را بونمو دلایل شما رد کنین. اگر شما حاضر بین می مناظره هستین، به این عنوان هستین، ما موضوع را تعیین میکنیم، مهمانت میکنیم، ما بر خدا دلایل عقلی، منطقی، فلسفی، ساینسی میاریم، شما اونمو را رد کنین. بسیار ساده. من میگم وجود داره و ما بر از او دلیل منطقی، ساینسی، فلسفی، عقلی میارم. اگر دلایل منطقی تری تو بر رد از او میاری، بر ادعاهایی که ما میکنیم میاری، یالله هیچ کدام گپ نیست. تشکر. بسیار عزیزم مسعود قند، این انرژی تاریک به عنوان یک فرضیه علمی مطرح شده. آیا خداوند شما فرضیه است؟ کی گفته که دارک ماتر منحیث یک تیوری است؟ قابل آزمونه؟ میشه نه آزمایشش کرد؟ من گفتم که کدام عالم ادعا کرده که دارک ماتر یا انرژی تاریک یک تیوری است؟ کی گفته اینو میگه؟ تا اونجایی که من میدونم یک فرضیه است، یک تئوریه. اگر فرضیه نیست قابل آزمایش هست؟ از ما سوال میکنی؟ آره دیگه، میگم قابل آزمایشه، دوست عزیز، آزمون امین که پذیره. خودت کم مطالعه ساینسی ضرورت داری. هر خب تیوری حالا جواب بدم، بفهم هر تیوری قابل چی نیست، تجربه نیست. دوست عزیز، زمانی که تو میگی قابل تجربه است، هر تیوری در ساینس قابل تجربه نیست. پس آزمون پذیر نیست یا هست؟ اینو میخوام بدونم. نه، آزمون آزمون پذیر پذیر به نیست. معنای تجربی نیست، به هر شکلی میشه آزمایشش نه کرد یا نه؟ نه نه نه. پس این مثال منفارقه که شما خدا رو میخوای با یک چیزی که فرضی است و آزمون پذیر نیست داری مثال میزنی. این مثال منفارقه، این قابل تمثیل نیست عزیزم. این مال اون امیر انرژی بر ما تاریک. اگر تشریح بده، امیم الفارق بر ما تشریح بده دوست عزیز. یعنی ربطی به هم نداره. یعنی شما به عنوان مثال اگر داری از انرژی تاریک یا ماده تاریک استفاده میکنی، این چون خداوندی که شما میگین 100%، شما در مورد خداوند 100% دارید، درسته؟ بله یه بله سری دلایل دارید میگید 100% هم چیزی هست، درسته؟
بله ولی بله. این مثال مرد فارق، یعنی اینو نمیتونی شما با انرژی تاریکی مثال بزنی که 100% نیست، چون برای ما آزمون پذیر نیست، در حد تئوری فرضیه، محاسبات ریاضی، محاسبات نجومی و قس الهازاست، ولی قابل اثبات برای علم نیست، اثبات نیست، فرضیه است. یکی مال ما جواب تبتم. بفهم. دوست عزیز، فکر کنم مطالعه خودت از ساینس بسیار کم است. ممکنه. یکی از اصول ساینس، یکی از رشته های مختلفی است، یکی از شرطایی نیست که حتما باید به چشم دیده شوه و به تجربه شوه، بغیر از این دیگه وجود نداره. اصلا ما ما صحبت، علوم ببین شما آخه همش داری اشتباه میکنی، همش بحث دیدن رو میکنی ما عزیزم، تشریح قضیه کنم سر ما تشریح دیدن کنم نیست. ما جواب ما تکمیل بفرمایید نشده. بفرمایید سیکو زمانی که خودت صحبت میکنی من هیچ مداخلت نمیکنم. بفرمایید. آخه شما یه یه حرف رو هی دوباره تکرار میکنی. بفرمایید. ساینس علوم رشته های مختلفی داره و این خودت زمانی که میگی پس انرژی ماده در حد یک تیوری است، اولی در حد یک تیوری هم نیست. و گپ دوم، اگر تیوری هم باشه، تمام تیوری ها در ساینس قابل تجربه نیست. ایره کی میگه؟ ایره فلسفی آف ساینس میگه، فلسفه ساینسی را میگه. ما بسیار تیوری هایی را داریم که قابل تجربه نیست، بسیار تیوری هایی را داریم که قابل تجربه است اما اشتباه است، بسیار تیوری هایی را داریم که قابل تجربه نیست اما قابل قبول است. شما لطفاً از فلسفه ساینس شما باید آگاهی داشته باشین. دوم، ما بر بسیار خدا دلایل منطقی، دلایل عقلی، دلایل ساینسی داریم. تو تا بال دلایل مرا نشنیدی. اگر میخوای که دلایل منطقی، عقلی، فلسفی، ساینسی ما در باره خدا وجود داشته باشه، ما بر خودت پیشنهاد میکنم دلایل میاریم، وقت مناظره را تعیین میکنیم، یا دلایل مرا رد میکنی یا قبول میکنی. او موضوع دیگری است که ما برات اون که میگم یه دوست موضوع عزیز. دیگه است. حالا پس بذار من یه زاویه آف دیگه بهت بگم، اون که یه موضوع دیگه است. آف آف. مسعود قند، ما در علم که البته خب شما عالمی و ما نیستیم، ما در علم 100% داریم، نه خیر، 100% داریم نه نداریم. نه نه. پس از این زاویه وارد میشیم. آیا در وجود خدا شما 100% دارید؟ بله بله. پس چجوری شما در وجود خدایی که 100% دست به دامن علمی میشید که 100% نیست؟ آفرین آفرین، اینا بسیار یک سوال بجا کرد. اجازه بده من حرفم تموم ما بشه فقط. بفرما سیز. ببخشید معذرت میخوام. شما اول یک 100% برای خدا میگیرید، بعد میاد از علمی که ناقصه، 100% نیست، استفاده میکنید. بعد هر جایی هم که حالا به هر دلیلی یا قابل فهم نیست یا قابل توضیح نیست، آخرش هم میگید عقل ما نمیرسه، فهم ما نمیرسه، سواد ما نمیرسه، علم ما نمیرسه و قصه لحاظا. اگر عقل ما نمیرسه، فهم ما نمیرسه، سواد ما نمیرسه، علم ما نمیرسه، ساینس نمیرسه، هیچ کدوم اینا نمیرسه، شما از کجا فهمیدید خدا 100%؟ بسیار خوب بفهم. بسیار خوب. دوست ما یک سوال بسیار بجا کرد، بسیار منطقی کرد. میگه ما اعتقاد داریم که خدا 100% وجود داره و ساینس 100% نیست. میگه شما چرا به ساینس اتکا میکنید؟ نه خیر دوست عزیز، ما به ساینس اتکا نمی کنیم، شما به ساینس اتکا میکنین. این بنیادی ترین پایه عقیدتی و فکری شما هست. زمانی که شما گپ از ساینس میگین، ما برای شما چی میگیم؟ میگیم ما برای شما در ساینس شواهدات و دلایل را میاریم که دال بر اثبات خداوند جل جلاله میکنه. اگر شما دلایل منطقی میخوای، ما بر تو دلایل منطقی میاریم. اگر فلسفی میخوای، ما بر تو دلایل فلسفی میاریم. اگر بنیاد، پایه، اساس و عقیده و فکر تو ساینس است، که را خود ریچارد داوکینز خود از این اقرار کرده. وقتی که پایه و اساس عقیده شما ساینس باشه، ما برای شما دلایل ساینسی میاریم، نظر بینی دلیل، نظر بینی دلیل، نظر بینی دلیل، ما میگیم که خدا وجود داره. و خودت که ساینس مکتب فکری خودت تعیین کردی،
البته به گفته ریچارد داوکینز، شما اونمو رو رد کنین. ما نمیگیم که ما به ساینس خدا را بر تو به ثبوت میکنیم. ما زمانی که حرف از ساینس میگیم چون تو به او باور داری، ما بر اثبات خدا به ساینس ضرورت نداریم. عقل، منطق، فلسفه، علوم دیگری وجود داره. بخشی از علوم دیگری طبیعی هستن که خدا را اثبات میسازن، نه تنها دین. چون شما به ساینس عقیده دارین، ما بر شما دلیل ساینسی میاریم. حالی وقت به بسیار. برادر علیاری میتیم تا امو من یه جمله دیگه مساوات میگم. مد من نظر شوه. از دوست عزیز، حضور تو، وقت به برادر علیاری میتیم من لطفا. میخوام حضورت مرخص بشم عزیزم. خیلی خوشحال شدم. خب موفق باشی و ممنون که با هم صحبت کردیم. بسیار عالی و امیدوارم موفق باشی عزیزم. آقای پارسا، یک صحبت. چون جان. وقتی شما گفتین که برای عدم ما دلایل نداریم، آل خودت یا هر ملحد دیگه که اگر اخلاق مد نظر میگیره، شرط اول برنامه مینیمی است که باید اخلاق داشته باشه. خدا کنه که مربوط هر فرقه باشه. ما دلایل ساینسی، عزیزم آخه دلایل مسجد منطقی، قند، باش که من من صحبت کنم ببخشید، دوست من عزیز. بفرمایید. آخه من میخوام دلایل برم عزیزم. منطقی، بفرمایید حالا. دلایل عقلی، بفرمایید. دلایل فلسفی، بفرمایید. دلایل ساینسی میاریم. هر یک شما که حاضر است بیارن رد کنه دلایل ما را. شاید دلایل ما غلط باشه، شما اینو جرأت کنین که رد کنین. بفرمایید خیر، صحبت حالا کن. مسعود قند، من خیلی کوتاه یه چند تا مطلب میگم، بعد از حضورت مرخص میشم. یکی این چلنج ما که را قبول شما داری دوست عزیز؟ اول امیره جان بگیم. امی چی ما گفتیم که ما برای اثبات خدا دلایل داریم. آیا نمیره عرض قبول داری میکنم ما دلایل میاریم عرض شما رد میکنم کنین؟ عرض میکنم چند لحظه بفرمایید. صبر کنیم. اولا که عزیزم، شما به عنوان یک مسلمان وقتی صحبت از اخلاقیات میکنی، بد نیست یه سری به قرآنت بزنی. بیش دوست از عزیز 500 دوست عزیز اجازه بده لطفا دیگه. لطفا شما دارید آل صحبت خیلی از موضوع در ممنون، قرآن ممنون نبر. اخلاقیات آقا. داری موضوع میکنی. را در قرآن نبر شما دوست دارید صحبت عزیز. از اخلاق. خیلی خوب، باش آ- عزیزم. لحاظ علمی شما بسیار عالی که از علم دارین کمک میگیرین که بتونین خداتون رو اثبات کنین. من براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که موفق باشین در این راه. مطلب تشکر. دوم که اون موقع هم خدمت عرض کردم، شما اگر یک دلیل تونستی از لحاظ علمی اثبات بکنی، مؤسسه جیمز رندی $1,000,000 به شما جایزه میده. توی گوگل سرچ کنی تمام مشخصاتش هست. مسئله سوم، شما گفتی از لحاظ فلسفی. از لحاظ فلسفی خدا مهمل عزیزم، چون تعریفی که حالا حداقل در اسلام هست، از خدا یک خالق میسازه و میگه خدا حالا خالق کل شیء و این حرفا. معلوم است اگر خدا خالقه، چند تا مسئله به وجود میاد که شما میگین هیچ چیز بدون وجود خدا نمیتواند وجود داشته باشد. اگر خدا نباشه هیچ چیزی نیست و خدا باید به وجود آورنده تمام وجود باشد. درست؟ اولا که این حالا این که لحاظ عقلی و منطقی اشکال داره یا نداره الان من اصلا کاری ندارم. اگر هر چیزی نیاز به خالق دارد، ما یک صندلی داریم، یک نجار داریم، همانطور که این صندلی نیاز به نجار دارد، عالم هم نیاز به خالق دارد. من دیگه ساعت خوابم گذشته، دیگه مغزم خوب کار نمیکنه. نیاز به خالق دارد. خدمت شما عرض کنم اگر هر چیزی نیاز به خالق دارد، پس اینجا اون خلق کل شیء هم میره زیر سوال دیگه. اون خالق هم میره زیر سوال. چون ما وقتی صندلی و نجار رو در نظر میگیریم، راجع به دو چیزی صحبت میکنیم که چیز است و قابل اثبات است، یعنی هم صندلی هم نجار. بعد اینجا چند تا سوال به وجود میاد. اگر خدا خالقه، خالق خدا کیه؟ اگر خدا خالقه، خدا قبل از خلقت چه کار میکرده؟ اگر خدا خالقه، خدا چرا خلقت رو به وجود آورده؟ چون اینا همه بحثه، اینا هر کدومش خودش بحثه. اگر خدا خالقه، خدا چرا قبل از خلقت رو آغاز نکرد؟ اینی هم که شما میفرمایید، شما اسم من رو توی گوگل سرچ بکنید، بزنید پارسا ایرانی و تمام این مسائل رو بنده اولا که هزاران بار توضیح دادم و هزاران بار دیگه هم توضیح خواهم داد و انسان ها همه آزادن. همونطور که شما آزادی در مورد اسلام صحبت کنی، مسیحی آزادی در مورد مسیح صحبت بکنه، آتئیست در مورد آتئیست، گاوپرست در مورد گاوپرست و تمام انسان ها به نظر من باید آزاد باشن. یعنی ما
جامعه‌ای و به نظر من سبز و زیباست که توش چه میدونم فرقه ضاله شیعه رافضی باشه، مسلمون باشه، نمیدونم اون یکی باشه، همه باشن. و این فضای مجازی هم فضای خیلی خوبی شده برای تقابل افکار. به هر حال خیلی خیلی من تو این تیک تاک زیاد فعالیت ندارم، همینجوری شانسی داشتم نگاه میکردم یا دیدم بحث شماست، بعد اصلا یعنی تعجب کردم از همچین مسئله ای که دلیل بر رد نبوده خدا. خیلی برام عجیب بود و خیلی خوشحال شدم با هم صحبت کردیم. به هر حال داخل موضوع ما اینمی بود که آیا امی تحدی ما را قبول میکنی که ما دلایل به وجود خدا میاریم شما رد کنین؟ تحدی شما رو عزیزم، من فقط برنامه در اینستاگرام میذارم، 2 پیج لایو دارم، هر وقت دوست داشتی تشریف بیار قدمت روی چشم. معمولا به وقت ایران هر روز ساعت 10 شب به بعد من برنامه 2 ساعت برنامه دارم و حالا با هزاران نفر تا حالا صحبت کردم. خیلی هم خوشحال میشم که با شما هم صحبت بکنم. من جایی دوست نمیام، عزیز، نه من جایی نمیام. شما آه. اگر دوست داری میتونی تشریف بیاری اونجا، من در آه. خدمت هستم. دوست عزیز، شما گفتین نمیای منی، ما برای تینمی گفتیم که بحث امروزی ما هست، شما میتونین که نمی موضوع را رد کنین، $200 بگیرین. اگر شما میگین که عنوان ما مشکل داره، باز ما میگیم که عنوان ما مشکل نداره، پس ما عنوان تعیین میکنیم که وجود خدا، اثبات وجود خدا، ما دلایل میاریم باز شما رد کنین. بسیار عالی. هر وقت دوست داشتی شما یک دلیل برای وجود خدا بیار، من از اون عمر ابن خطاب کمترم اگه مسلمون نشم. هر وقت دوست داشتی بیا تو لایو من اونجا با حالا شما که تصویر داری، ولی این مسلمانایی نه که دیگه، این مسلمون این که قسم چشم نمیشه این آقای راب پارسا. حالا یا یا میشه قبول یا کنم نمیشه. اینجا آقای نه یا پارسا. میشه یا نمیشه عزیزم، من توی این معذوریت قرار نمیگیرم. شما فقط اسم منو گوگل کن، متوجه میشه قضیه چیه عزیزم. هر وقتم دوست داشتی قدمت سر چشم، مسعود قند، من در خدمتت هستم. تشریف یا تو لایو اینستاگرام پارسا ایرانی نقطه لایو یا پارسا ایرانی نقطه لایو 2، اونجا من در خدمت هستم، با هم دیگه صحبت میکنیم. من هیچ اتفاقا من دنبال شما ها میگردم، یعنی دنبال مسلمون و رافضی میگردم برای مناظره، ولی تو خب برنامه دوست خودم عزیز، من جایی نمیرم. نه آل یک دقیقه به جان، احترامی تو شد اینجا. اصلا بحث احترام نی مسعود قند. من خیلی شما رو دوست دارم، خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم. چند شب پیشم هم با یه وطندار دیگه داشتم صحبت میکردم. من اتفاقا دوستان وطنداری دارم مثل کاوش، مثل آقای رضا، مثل آقای آزاد و دوستای وطندار زیاد. من همین جایی که زندگی میکنم یکی از بهترین دوستان بچهای افغانستان، بچهای مؤدب، بسیار بسیار بچهای خوب، خوشمشرب. نه من با شما هیچ خدا مشکلی نیک و ندارم. این جریان مبارکش این کنه. آخوندک، این جریان آخوندک نه اینها نه از نه دست نه من. نه 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 عزیزم دیگه اجازه آقای بده من پارسا، جمله‌ام آقای تموم شه. پارسا، آقای اجازه بده من پارسا، جمله‌ام آقای اجازه پارسا، بده من جمله‌ام تموم آقای شه. پارسا. اجازه بده من عزیزم، اجازه بده جمله‌ام تموم درباره شه. آه درباره چی؟ این آخوندکی هم که دیدی من اینجوری باش صحبت کردم، اینا از دست من فراری هن. اینا اسم من که میاد جاشون رو خیس میکنن، چون من دین اینا رو خود اینا بهتر بلدم و جرئت نمیکنن با من روبرو بشن. اینا در حد اینا که تو سوراخ خونش تو بشکه جایی فقط صداشون باشه، اما پشت مغلطه کنن و یواش فرار کنن. منتها من اینا رو میکشم بیرون با تصویرشون قشنگ باید ببینم، بعد اونجا قشنگ با خاک یکسانشون میکنم عزیزم. آه آه درست است. دوست ما حاضر نیستن که متحدی ما را قبول کنن، میگه شما در برنامه ما بیانی چی بیان. خب تشکر میکنیم دوست عزیز، وقت خوش. به هر حال خوشحال شدم مسعود قند. امیدوارم که هر جا هستی روزگار به کام و ایامت هم خوش باشه و زنده باد آزادی و زنده باد انسانیت عزیزم. تشکر، وقت خوش، خداحافظ. امی وقت قربانت، به وقت برادر بخیر. علیاری میتیم، آقای پارسا چون کجا بسیار چرا وقت انتظار کشید. آقای پارسا چرا این چرا ایتر باید باشه. السلام علیکم و رحمت آقای علیاری بفرما دوست عزیز. الله. آقای علیاری، خب خیر، او که صحبت کرد باز ما چی میکنیم؟ ما به برادر عزیز ما ناباور پارسا رو برای چلنج دادیم برشان. گفت عنوان خودت مشکل داره،
غیر منطقی است. ما گفتیم درست است. وقتی که برای عنوان ما جواب نداری، پس ما میگیم که خدا وجود داره، دلایل ساینسی، منطقی، فلسفی میاریم، قبول داری؟ گفت نه خیر، شما خودتان دیدین دیگه. باز ما برنامه را داریم، یا بخواه یا نخواه ما این برنامه را داریم. و نه تنها به هر کسی که باشه، میتونه انگلیسی زبان باشه، اردو زبان باشه، پشتو زبان باشه، هر چی باشه. اینمی بحث ما بود، اینمی جایزه را ما تعیین کردیم. ما منتظر هستیم که به یک ناباور جایزه بدیم. کسی پیدا نشد که $200 از آن خود کنه.